خوشگلای من سلام، چطورین؟ حالتون چطوره؟ امروز اومدیم با یه ولاگ دیگه. امیدوارم که خوشتون بیاد. آقا اولش که دیگه اومدم یه آرایشی بکنم و برم کلاس زبان، چون که قراره که امروز کلا چالش 75 روز سخت رو داشته باشیم. اگه شما دوست دارین، این اولین روزیه که من چالش 75 رو شروع کردم و در ادامهم گفتم که چه جوریه مراحلش و قوانینش. اگه دوست داشتین شما هم شروع کنین، چون که واقعا به دردتون میخوره و باعث میشه که کلا عادتهای بدتون رو ترک کنین. همونطور که دارین مشاهده میکنین، الان داشتم یه آرایش ریزی میزدم که آمادشم برم. خیلی حال و حوصله آرایش نداشتم، یه خط چشم و یه رژگونه و یه هایلایتر بیشتر نزدم، یه تینتم بهش اضافه کنین. مثل همیشه از اون جایی که من همیشه عجله داشتم، متاسفانه مشقای زبانم رو انجام ندادم، ولی خدا رو شکر چون که به آخر ترم نزدیکیم، تیچرمون مشق خاصی هم نداده بود و خیلی هم چکشون نکرده بود. من فکر کنم از قبل انجام داده بودم، شانس خوبم و گیر نیفتادم. بیشتر از این حرف نزنم، بریم که ادامه ویدیو رو داشته باشیم. هزار سختی از کلاس برگشتم و هیچی دیگه. اومدم با دوستان کوچولو بریم بیرون، یه بقیه‌اش هم بهتون نشون میدم. برنامه‌ام کلا امروز این بودش که برم یه کوچولو بدوم، ورزش کنم و یه کوچولو خوشگلاسیون بکنیم. اما خب چون دیگه دوستم اومد، فعلا میرم بیرون. اگه وقت شد که براتون بازم فیلم میگیرم، اگه تونستم کار دیگرم انجام بدم. آره دیگه. واقعیتش بعد کل بیرون رفتنایی که رفتیم خسته شدیم و گفتیم که بریم یه چیزی بخوریم. اونجام که من واقعا خسته شده بودم، از صبح تا حالا رو پا بودم که غذا رسید و با خوشحالی تمام رفتم که غذامو نوش جان کنم. من مرغ و قارچ و کاهو و خیارشور. من میرم اگه سوسما نکن داشتم دیگه میرفتم خونه، از دوستم جدا شدم و برای اینکه حوصله‌ام سر نره تصمیم گرفتم که تو اتوبوس به جای اینکه آهنگ گوش کنم کتاب بخونم. بعد از روز طولانی
که داشتم و الان ساعت 9. برای اینکه بخوام چالش رو تموم کنم باید برم بدوم. کتابم هم که خوندم وقت رو بردم، یه کوچولوش رو توی اتوبوس خوندم، یه کوچولوش هم توی کلاس هم خوندم. بعد باید فکر کنم در روز 8 لیوان آب بخورم دیگه. کلی کار رو باید انجام بدم. همین تموم نشده، ساعت هم 9 شبه. فعلا گفتم که بذار برم بدوم. بعد به خاطر این جوش خیلی سرسخت و توداری که زدم گفتم بعدش هم برم ژل شستشومو بخرم و دیگه روزمون رو تموم کنیم. واقعا روز خسته کننده. حالا قانونایی که واسه خودم گذاشتم برای 75 روز سخت، ببینید شما خودتونم میتونین عوضش کنین هر جور که دلتون بخواد. یعنی این قانون، یعنی این 75 روز سخت که انجام میدین به خاطر اینه که عادتهای بدتون رو ترک کنین. حالا شما هر جور که میخواین میتونین مثلا بگین که 1 ساعت رو سر میشه. حالا هر جور که دلتون میخواد میتونین قانونش رو عوض کنین. قانونی که من واسه خودم گذاشتم مثل اون یوتیوبری که خودم دوست دارمه، سارا حقیقت. من میگم حالا نشون طرف داره برای سارا حقیقت میشه، اما گفته بهش که من چند روزه تو استوریش گفتم که میخوام چالش 75 روز دوباره شروع کنم. منم دیگه یه دلیلی برای اینکه از تنبلی بیام بیرون و کلا برم وارد یه فاز دیگه بشم، میدونی. بعد حالا آخر سرم بهتون نشون میدم یه برگه درست کرده بودم، بعد 75 عدد رو نوشته بودم توش که اصلا تیک بزنم که آره کاری که برای 75 روز سخت انجام بدی انجام بدی. اما واقعا من به قدری تنبلم که اصلا انجامش ندادم. اصلا بهت بگم چند روز از روز نوشته بودم تا 9 روز رفتم 9 روز هم کار نرفتم، روز 56 رو انجام ندادم. اینکه حالا نه خیلی عینش اما خب شبیهشه، اینکه ورزش کنم. اون که تو چالش هست ورزش کنی، حالا 1 ساعت هر چند که دلت میخواد. کلا اینکه یه حرکتی انجام بدی تو روز. خب ورزش سنگین هم نمیخواد. اینکه کتاب بخونی، رژیم داشته باشی. رژیمتون میتونی مثلا بگی که برنج نخورم، حالا هرچ نخورم. من واقعیتش رژیم از اونجایی که نمیتونم بگیرم گفتم که در حد اینکه شیرینی نخورم، شکر، شیرینی، هر چیزی که شیرینیه بجز کربوهیدراتایی که از میوه هاست. خب کارایی هم که دیگه باید بخورم چیه؟ بلاک بگیرم هر روز تا اونجایی که میتونم بلاک بگیرم. بعد بکنم در همین حد. آبم بخورم، آب زیاد بخورم. من واقعیتش رو بخواین خیلی کم پیش میاد آب بخورم، یعنی کلا نمیتونم خیلی آب بخورم. خیلی مثلا آب نمیخورم، حتی ورزشم که میکنم مثلا به آب زیاد احتیاجی ندارم. اینکه یه کوچولو آب خوردنم رو بیشتر کنم. تا اونجایی هم که من شنیدم گفته بودن که آب که بخورین کلا توی دستگاه گوارشتون یه تغییراتی ایجاد میشه، باعث میشه لاغرتر شید. حالا دروغ و راستشو من خودم هم نمیدونم واقعیتشو بخوام. من از 2 برگشتم، خیلی خسته شدم، خسته و کوفته. الان فکر کنم تقریبا ساعت 11 شده دیگه گفتم که این خوشگلاسیونی که قرار بود بکنیم و بندازیم واسه فردا. و همینطور رفتم برای اینکه ژل شستشو بگیرم واسه این جوش، اما متاسفانه بسته بود. تصمیم گرفتم حالا فردا دیگه بقیه‌اش رو انجام بدیم، کاری که امروز نتونستیم و دیگه کارامونم بکنیم. گفتم که قبلش هم یه کوچولو لاک بدم، یه رنگی بدم به ناخونا از اونجایی که میدونم کارم خیلی بده و
من واقعا عادتم شده ناخون بخورم. من میدونین که خیلی این کار بده، اما من همه راه ها امتحان کردم. فلفل بزن به دستت، نمیدونم لاک تلخ بگیر، بکار، ناخونو تو کاشت بزن، هر کاری بگین من کردم، اما متاسفانه درست نشده. دیگه بریم یه دیگه حالا فعلا خوشگرش کنیم، ناخونا رو لاک بزنیم و بگیریم بخوابیم. بچه‌ها مرسی که تا اینجای ویدیو رو دیدین. تا یه ویدیو بعدی بوس ماچ، خدافظ.